ایلوҳо рӯзат ба маош монад. در تاجیکستان اگر نفری از کسی رنجد میتواند نسبت به او چونین دعا کند. شاید بسیاری‌ها حیران شوند که اصلا این گفته چی بدی دارد، ولی یک نظر به ویژگی بازاری کار در تاجیکستان کافی است که عمق فلسفه این عباره خلقی باز شود. برعکس استریوتیپ رایج که در تاجیکستان جای کار نیست، آژانسی شغل اهالی وزارت مهنت میگوید عین زمان تنها در فهرست مربوط به این نهاد تا 10,000 جای کاری خالی موجود است، اما کارجویان برای دریافت این کارها شتاب ندارند. نیاز قربانوف، معاون رئیس آژانسی شغل اهالی وزارت مهنت تاجیکستان، روز 15 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان در فهرست جایهای خالی کار در این آژانسی حدود 10,000 جای کاری ثبت شده است. او گفت زیاده از 10,000 جای کاری است. همیشه بروز زیاده از 10,000 است. بیا برای کارجوی همجا نمیروند، برای میمونند، فقطشون اومدن میگیرن. شاید هست از اینا که با هم واکنشی که ما پیش میگیرن حسابی میوناش. این مسئول آژانسی شغل اهالی میگوید در فهرست این نهاد اعلان‌های جای‌های کاری از کارخانه و اداره‌های دولتی و هم از بخش خصوصی جای کرده شدند. اما کارجویان میگویند جای‌های کاری که این آژانسی پیشنهاد میکند به درد نمیخورند و به عباره یکی از کارجویان که با رادیو آزادی هم صحبت شد، از این گونه کارها دیده بیکاری خوبتر است. جعفر نظرمدف دانشگاه را با اختصاص مهندسی برق ختم کرده است و اینک 2 سال باز جای کار میجوید. او گفت مقصد آخی جای کاری هردنکی و خیلی کار میکنی، مقصد اما فکر تامین کردن نمیتونی پولی پسیه، مقصد همون رسپاد همون را میشه دیگه الان کار را بسته نمیشه با او پولی کم خطی میگن آخی با او پول همون را به میره میای بود میشه پولش دیگه نه با شکم تا میرسه نه با شک تا میرسه، الان کم بودی را بسته نمیتونی مقصد میره میای فقط. این جوانی تاجیک میگوید عین زمان نیت دارد به روسیه به مهاجرت رود و در این بابت از دوستانش مشورت میپرسد. نظرمدف میگوید اگر در تاجیکستان جای کار با معاش حداقل 1500 سومانی پیدا میکرد در فکر مهاجرت نمیشد. به توجهی کارجویان در تاجیکستان به جایهای خالی کار در حالی است که در کشور بیش از 54,000 نفر به حیث بیکار رسما ثبت شدند، اما بنابر ارزیابی بانک جهانی شمار بیکاران در تاجیکستان از آمار رسمی 3 مراتب بیشتر است. بر علاوه حدود 800,000 مهاجر تاجیک در روسیه و قزاقستان در جستجوی کار هستند. پس چرا کارجویان در تاجیکستان جایهای کاری موجود بوده را صرف نظر میکنند؟ مظفر علیموف، جامعه شناس و تحلیلگر مستقل در تاجیکستان گفت سبب اصلی کم توجهی کارجویان به این گونه واکنسی ها کم بودن میزانی معاش است. او میگوید خیلی احتمالی که بیشترش همون معاش سستان باشد، چون که حاضر 800 سومانی حدودی آنها $100 گویم موقع با $100 زندگی کردن در شرایط تاجیکستان در بول مواری که هست اینقدر آسان هم نیست. علیموف افزود بر ضمن این اکثر چنین جایهای کاری موسمی هستند و برای همین کارجویان هم به آنها توجه نمی کنند. در همین حال در تاجیکستان یک زمره جایهای کاری هستند که با وجود کم بودن معاشش دهها داوطلب دارد. اداره‌های چون خدمات گمرک، انداز، بانک ملی و آژانسی ضد فساد سر چند وقت برای اشغال منصب‌های خالی آزمون اعلان می‌کنند که معاششان از 600 تا 1000 سومانی است، اما این جای‌های کار به توجه نمی‌مانند. در یک آزمون جای کار که اخیراً خدمات گمرک اعلان کرده بود تا 20 نفر داوطلب شدند، ولی با این وجود ده‌ها جای‌های کاری با معاش بلند در فهرست آژانسی شغل اهالی ماه‌ها باز خالی است. ظفر عبداللهیف اقتصاددان تاجیک میگوید سبب به میان آمدن چنین یک تضاد در آن است که همه کارجویان میفهمند که در پس معاشهای 600 سومانی بعضی نهادها درآمدهای دیگر و قدرت و آبرو می ایستد. از این رو همه تلاش میکنند به جوی پول نزدیک تر شوند. او گفت یک اصطلاح وجود دارد که خاصیت و طبیعت این گونه جایهای کار را بیان می کند. آن را اقتصاددانها رشوت پذیری می گویند. این از همان قبیل جایهای کار است که حجم رشوت پذیریش خیلی بالاست. فرضاً اگر درآمدهای رسمی و غیر رسمی یک معلم حداکثر تا 3000 سومانی باشد، از یک امضای فرض کردیم یک ریاست گمرک تقدیری میلیون ها سومانی وابسته است. وقتی در پس تصمیم یک نفر این قدر پول می ایستد، البته سوء استفاده از منصب و سودجویی جای خواهد داشت.
با مهاجرت رفتن نزدیک به 1 میلیون نفر، نبود جای کار و تامین اهالی با شغل در داخل تاجیکستان را منتقدان از کمبودی‌های اصلی حکومتی کنونی می‌دانند. اما اقتصاددان‌ها می‌گویند در اصل مشکل تاجیکستان نه کمبودی جای کار، بلکه معاش‌های پست است که کارگران را برای کار در داخل کشور جلب نمی‌کند. ضمناً سطح معاش میانه